اینجا هنوز الان تو هتلیم. این قسمت دوم از اون یکی بیچه که فیلم گرفتیم، اینم دومیشه. الان صبح زوده، داریم میریم توی یه دونه کنفرانس بمون تایم شیر سعی کنن بفروشن. ما نمیخوایم بخریم، فقط رفتیم اونجا که یه ذره تخفیف بگیریم. اینم حیاته. حالا داریم میریم قدم میزنیم از تو حیات به سمت دریا. اینجا پشته، بریم جلو. صبح زودم از هیچ کس نیست، خوشبختانه خلوت باید باشه. آره اینجا حوله ها رو میزنن، هر کس خواست بره لبه دریا ور میداره میره یا تو استخر. آره حالا اینا آدمایی که صبح زود بلند میشن، الان ساعت 8:30 صبح صبح زود بلند میشن برن تو آب. این هم که دریاست تو ساحلش. اونجا هم رستورانشه، یه عده دارن صبحونه میخورن. اینم دوششه. تو آب دارم چیکار میکنم؟ نمیدونم. میریم به سمت دریا.